برادران نقل میکنه و قصر کار نداره. میبینی یک فاسق یک فوجی را پراسموتش در اینترنت میبینی میلیون چند میلیون همون یک کار فیسق فجور را تماشا میکنه، چند میلیون آدم. اما یک امر معروف و نهی منکر باشه که هم دنیاش آباد میشه هم آخرتش آباد میشه. همین امر معروف و نهی منکر چی میگه؟ پدرت احترام کن، مادرت احترام کن، همسرت احترام کن، فرزندات تربیه خوب کن، جنایتکار نشه، فاسق نشه، فاجر نشه. همین سخنان رو میبینی چند هزار آیه، اما در فیسق فجور میبینی میلیون آیه. همون است که پیشتر بزرگان میگفتن که در اخیر زمان همین در روزها و سالهای میآید که هزارها سنت مردم دوزخ میخوره و در یک سن بهشت نمیخوره. این هزارها سن در دوزخ میخوره و در یک سن بهشت نمیخوره. در اخیر زمان بنده همین خیلی در بین بنده و دمو پیدا میشه. این روز که نگاه کنید قریب همون خیلی